دکتر ویسی. عرض ادب و احترام، خیلی خوشحالم که در خدمتم. اپیزود دوم دنت ویژن و اومدیم مطب شما همدان و در خدمت هستیم. یه سلام علیکی بکنیم و بریم وارد فضای مصاحبه بشیم. سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت هستیم. شما همزمان عزیزم، اتفاق خیلی خوبیه کاری که داری انجام میدی دنت ویژن. من خودم طرفدار این کار هستم. خوشحالم که به هر حال نظر شما این بود که توی قسمت دومش من در خدمتتون باشم. ان شاءالله حرفایی به درد بخوری بزنیم، حرفایی که برای کسانی که توی موقعیت 10 سال پیش من قرار دارن، شرایط سخت‌تر، شرایط کشور، اقتصادی، همه چیز سخت‌تر از 10 سال پیشه. ان شاءالله حرفایی که میزنیم بتونه یه کورسوی امید و روشنایی باشه براش. قربون شما. خود در جریانی همکارم در جریان قسمت اول دنت ویژن فصل اولش در واقع هم مصاحبه و هم صحبتی با همکاران دندانپزشک جنرال هست که تونستن تو شرایطی که به هر حال بوده و هست به اون موفقیت چشمگیری، حالا در بیشتر در زمینه مطب‌داری و بقیه قسمت ها برسن. خیلی مهمانای این فصل با دقت انتخاب شدن. ما اگه بگردیم دنبال یه همکار دندانپزشک عمومیه که مطب شخصی خودش رو داره، تو مطب شخصی خودش درمان خوب انجام میده و از طرفی همه فن حریفه و درمان‌های مختلف رو پوشش میده، از ایمپلنت تا کامپوزیت تا لامینیت. یکی از اسمایی که حداقل نمیگم تنها، یکی از اسمایی که به ذهنمون میاد قطعا دکتر میثم ویسی. حالا ما کردیم و نمیخوام مسافر فعلا به اون فضا ببرم، ولی یه توضیحاتی بده. من میدونم شما کردی، بچه کرمانشاهی، یه سیری رو بهم بگو از کجا شروع شد و این داستان تا بریم جلو. من ورودی 86 دانشگاه دندانپزشکی همدانم. سال 92 فارغ التحصیل شدم. 92 تا 93 یک سال من توی کرمانشاه توی مطبی کار کردم. قسمت عمده اون جهان بینی که میگن و برنامه ریزی من تو اون یک سال اتفاق افتاد. اولین مواجهه مستقیم من با درمان. من توی دوران دانشجویی کار نمی‌کردم. یعنی اصلا کار نکردم. نه، کار درمانی نکردم. پایان نامه نوشتم، از این کارا کردم، ولی کار درمانی انجام ندادم. خیلی اینو جلوتر با هم بحث می‌کنیم. خیلی ناراحت این بودم که مثلا با اطلاعات کم برم و کار انجام بدم. ولی بعد از فارغ التحصیلی یک سال توی مطب توی کرمانشاه کار کردم و اون نقطه مثبتی بود برام. همیشه حالا طی این مصاحبه میگم که یکی از شانس‌هایی که داشتم اینه که همیشه آدم‌هایی که سر راهم قرار گرفتن خیلی بهم کمک کردن. یکی از این آدم‌ها همون دندانپزشکی بود، دکتر هیدرپناهی، که من توی کرمانشاه رفتم پیشش، گفتم خیلی چیزی بلد نیستم، هدفم از این که بیام اینجا کار کنم اینه که یاد بگیرم، بیام قسمت مالیش هم برام مهم نیست، با اینکه خیلی از نظر مالی هم نیاز داشتم، ولی خب اونجا فکر می‌کردم خب برم کار کنم، به هر حال پولم در میاره. یک سال اونجا کار کردم و کار به جای رسیده بود که من 8 صبح شروع می‌کردم، 11 12 یک شبم میموندم، یک سره کار می‌کردم تا شب. حالا مثلا پرونده ها رو که میچیدن، روز بود که مثلا با کشیدن و نمیدونم اینا 20 تا 22 تا مریض میدیدم در روز. حالا مثلا پیرم نبودم و جوونی جو گندمی کردیم ولی جوون. آره، تعداد زیادی مریض میدیدم و این باعث شد که از اول تو همه شاخه ها تجربه کمی کسب کنم. اون یک سال اونجا کار کردم و بعد از یک سال خدمت سربازی. آره، یعنی از اون فاصله یک سال استفاده کردم. من خودم از اون 6 7 ماه این استفاده رو کردم. تو اون یک سال من خیلی کار انجام دادم. بیشترم اندو، ترمیم و اولین بنین کامپوزیتی هم که انجام دادم، اتفاقا تو همون یک سال انجام دادم. از بدون آموزش شروع کردم. بدون آموزش. یعنی رفتم، یه مریض، یه خانمی خیاط بود، یادم نمیره هیچ وقت، لکه‌های قهوه‌ای رو دندوناش بود. گفت اینا خیلی اذیتم میکنه، بهم میگن سیگار میکشی و اینا. بعد گفتم خب اینا باید ترمیم بشه و اینا. رفتم پیش مطب، بی خونه قدیمی بود، یه حیاط و حوض و اینا، یه راهرو، 2 تا اتاق این ور بود. این اتاق دکتر کار می‌کرد، این اتاق این ور من. رفتم گفتم اینطوری میگه، گفت عالیه، برو بشین بریم کامپوزیت کن. گفتم بابا اصلا چون ندادم. گفتم من هستم دیگه، کمکت میکنم. فکر میکنم یکی از کارهای خیلی خوبم بود اون کاره. هنوز اولیه. آره. آره. چون خیلی با ترس و دقت و وسواس زیادی انجامش دادم.
ولی این بود که هم یک نفری وجود داشت که خب من دلگرم بودم اینکه اگه مشکلی پیش بیاد حلش میکنه و همین که من صبح تا شب اونجا کار میکردم، بعد روزا شب تا صبح بیدار میموندم، فیلم نگاه میکردم، کتاب میخوندم که یه راهی پیدا کنم. به هر حال من خیلی چیزای کمی میدونستم. نتیجه آموزش دانشگاه اونقدری نبود که بشه باهاش کار کرد. آها، پس اون دوران دانشجویی حالا چجور بود؟ دوران دانشجویی خیلی آدم قوی بودی؟ توی دوران دانشجویی من خیلی پی درس و مشق نبودم. نه، خیلی درس خوندم. یعنی شبای امتحان خیلی درس می‌خوندم و همیشه جزو 3-4 نفر اول بودم از نظر معدلی. ولی اون بگی که من دندون پزشکم نه. اصلا از دانشگاه این شکل نگرفته بود. نه اصلا. من دنبال این بودم نمیدونم مجری باشم، دبیر اجرایی باشم، فقط از این کارا بود. از این کارا. آره. خیلی دندون پزشکی تولید نشده بود از آموزش دانشگاهی. و اون تو اون یک سال مثلا من از اندوی کانال و ترمیم کلاس تو اینا شروع کرده بودم و هی سعی می‌کردم بیشتر ببینم، مطالعه کنم. اون موقع یوتیوب آره یوتیوب می‌دیدم، نمیدونم فیسبوک بود، فیسبوک می‌دیدم، توی پیام میدادم به همکارا، زنگ می‌زدم مثلا به یه دندون پزشکی که مثلا می‌دیدم 2-3 سال بیشتر کار کرده، میگفتم مثلا این چه جوری اکسس رو چطور باید بزنیم که بهتر بشه کار کردن. و این کار کردن باعث می‌شد که من هی دستم بهتر بشه. یادم جمعه دندونایی که تو هفته می‌کشیدم و جمعه می‌رفتم تو همون مطبه می‌نشستم اندوشون می‌کردم که یکم دستم بیاد که اصلا دارم چیکار می‌کنم واقعا. مثلا دندون کلینیک دیگه خودت همزمان راه انداخته بودم اونجا و این فضا برام مهیا بود. البته یعنی مثلا آدمی که اونجا بود مانع این نمی‌شد که مثلا تو من جمعه می‌رفتم اونجا دندون هفتی که کشیده بودم و اندو می‌کردم، فرم ریشه‌ش رو می‌دیدم، کار می‌کردم که بهتر بشه، چون به هر حال هر آدمی متوجه ضعف خودش هست و من متوجه بودم که ضعیفم و اون دندان پزشک آماده‌ای نیستم که بتونم برم با خیال راحت با اعتماد به نفس درمان انجام بدم. بعدش هم دیگه این تایم رو گذروندی خدمت سربازش. آره و این تیکه آخرش رو می‌خوام بگم که روزهای آخری که من اونجا بودم دیگه فقط دندون هفت بالا اندو می‌کردم. این اعتماد به نفس رفته شکل گرفته ایجاد شده بود که من میتونم دیگه انجام بدم و مشکلی نداره. بعد رفتم سربازی و بعد از 2 ماه آموزشی 01 تهران. 01 بله خوش به حالت. خب 01 خیلی هم خوش گذشت، یعنی جزو بهترین ماه‌های زندگیم بود. بعد برگشتم همدان پادگان قهرمان و شروع زندگی مشترکم همزمان. به با خانم دکتر بله. اول سربازی من سرباز و ایشون هم دانشجو. زندگی مشترک اینم اضافه شد به مشکلات دیگه، سختی‌های زندگی، به سختی‌های زندگی اینم اضافه شد و خب اون کاراکتر حمایتگری که سپیده داشت خیلی این سختی رو گذروند و هنوزم از روز اول منتقد جدی تمام کارهای من بوده. یعنی هر کاری انجام میدم ایراداشو میگه فقط. آره هیچ وقت نگفته این دیگه عالیه. و اومدی همدان دیگه مستقر شدی؟ آره مستقر شدم و الان مشکلم این بود که کجا کار کنم. یعنی دیگه اون نقطه امن کرمانشاه هم از دست رفته بود. به ساعت گذری رفت آمد نمی‌کردی؟ نه اصلا نمیرفتم دیگه اونجا، چون اونجا مثلا مخالف سربازی رفتن من بود، میگفت مثلا برای چی داری کار میکنی دیگه. خب و منم میخواستم به هر حال این مسیر رو طی کنم، این کار رو از رو دوش خودت برداری. بعد دیگه نمیتونستم دیگه برم اونجا، برگشتی در کار نبود و اصلا شدنی هم نبود واقعا. اومدم اینجا و اینکه کجا کار کنم. از نظر مالی هم توی 2 ماه آموزشی و شروع زندگی مشترک و اینا تقریبا در مزرعه بود، به نقطه صفر رسیده بودم. بعد اینکه من اومدم همدان دنبال کار بگردم، تمام کلینیک‌های همدان رو گشتم. با اینکه دانشجو همینجا بودم. هیچ کلینیکی دندون پزشک نمی‌خواست. اصلا برای من عجیب بود، هیچ وقت در طول تاریخ سابقه نداشته، همیشه می‌خواد ولی هیچ کلینیکی دندون پزشک نمی‌خواست. خیلی جا رفتم و چند تا کلینیک هم که دندون پزشک می‌خواستن میگفتن که باید وسایل و اینا خودت داشته باشی و اونم من نداشتم. یعنی توی همدان هم تهیه نکرده بودم و هم در اون شرایط امکان مالی تهیه‌اش هم برام نبود. خیلی کم تجربه بودم، یعنی مثلا من توی اونجا فقط درمان انجام داده بودم، خرید وسایل و اینا رو همه خود پزشکی که اونجا بود انجام داده بود. یعنی اصلا کسی هم نمیشناختم که مثلا برم ازش بگیرم. مطب عمویی هم در کار نبود و دیگه مستقیم مجبور بودم یه کاری پیدا کنم که بتونم کار کنم که زندگی بچرخه. تو همین گشتنا بالاخره من یک کلینیکی رو پیدا کردم که اینم باز همون شانسم در مواجهه با آدم‌هایی که خیلی بهم کمک می‌کردن
یه دندانپزشک دکتر صالحی گفتن که مشکلی نداره بیا اینجا کار کن. خیلی هم راهنمایی می‌کنن، گفت اصلا مواد و وسایل مشکلی نیست، شما از یکی میگیری آخر اون فاکتور میکنه کار میکنه، فاکتور تصویر میکنه. مثلا اینو نمیدونستم واقعا. دیگه اونجا شروع کردم به کار تو کلینیک. اولم گفتم هر کاری هر کیش که انجام نداد بدین من انجام میدم. این کار کردن اونجا اندو و ترمیمم بود، فقط اندو ترمیم روکش کار کردم اونجا باعث میشد که مثلا من هم از نظر مالی داشت وضعیتم بهتر میشد، هم اینکه آشنا شدن با یواش یواش فضای مجازی هم رو بورس قرار گرفته بود. آشنا شدن این هولوش 94 95 میشه اول 93 دیگه. اول 93. 93 رو که دیگه داشت رو به انتهاش میرفتیم، من شرایطم بهتر شده بود، تامین اون وسایل اینا برام راحت تر شده بود، آشنام شده بودم با یه سری تجهیزات. لایت کیور تو اون کلینیک اومدم لایت کیور خودم رو خریدم، اپکس فایندر خودم خریدم. اینا وسایلی که کم کم اون هزینه رو صرف وسایل می‌کردم. یعنی مثلا در ماه هر چقدر درآمد کلینیکم بود 50% رو صرف این می‌کردم که مثلا اپکس فایندر بخرم، لایت کیور بخرم، دوربین داخل دهانی بخرم، با اینکه ماشین نداشتم، خونم مستاجر بودم، ولی سعی می‌کردم اول وسایلی که اول کارو راه بندازم. اون چون خب من بچه کاسبم، اول باید منبع درآمدو راه مینداختم. آره. اینم داخل پس خانواده که شما پزشکی کرمانشاه بودین، ساکن کرمانشاه بودین. آره کار آزاد، ما همه کار آزاد. پدر که رستوران همه تو کار رستوران و تالار این مسائلن. کار خوب. آره همه قبلا آدمان دین بودن. آره. فقط من این مسیر رو رفته بودم و شرایطم طوری بود که نمیخواستم که از کمک پدر اینا هم استفاده کنم. و اینکه اون مسیرم چون از طرف خانواده کسی نرفته بود. آره مسیر همه چی جدید بود. یعنی حتی خودم داشتم تجربه می‌کردم. آره مستقلم بودی تو این زمینه. آره. هیچ کمکی وجود نداشت. یعنی مثلا من میگم برای شروع کارم مجبور بودم کار کنم که اون اولیه ها رو تامین کنم. ولی خب مثلا بعد از 1 سال کار توی کلینیک شاید رسید به جایی که مثلا مریض داشتم تا چند ماه بعد مریضای زیادی می‌دیدم. صبح میرفتم سربازی تا ظهر میرفتم کلینیک. بعد شرایط توی سربازی طوری پیش رفت که به من گفتن که حالا اگر بتونی یه مبلغی رو کار کنی، بعد از تأمین اون مبلغ توی کلینیک ارتش میتونی بری. لازم نیست تا پایان ساعت وایسی. برای خاطر من یکم میدم برای سربازی. آره من زودتر میرفتم، مثلا 6 میرفتم، مریض میذاشتم 6 اونو میدیدم، 8 میرفتم یه مطبی توی منطقه دیگه همدان که صبح خودش نبود، صبح اون مطبه بودم، بعد از ظهر کلینیک 3 شیفت کار می‌کردم تقریبا. این کارم فقط برای این بود که بتونم اون بیسر رو آماده کنم. الان بچه‌ها میدونن، میگم توی این مصاحبه میثم بیسی که الان حالا با اون چیزی که ازش میشناسیم بیسر خودش جور کرد، هیچ بیسی. یعنی مثلا من تو مطبی که رفتم صبحام کار میکردم، درآمدی که اونجا داشتم رفتم باش دستگاه تزریق بوتا آبشوراسول خریدم. خیلی به ندرت استفاده میشد. یه خورده جلوتر با هم بررسی می‌کنیم. این داستان پشمی که داریم نسبت به وسیله خیلی داستان عجیب غریبیه و باید با هم بررسیش کنیم، چون به نظرم یه سری نقطه مشترک و نقطه نظر داریم. حالا بریم جلوتر تا 94 95 فکر کنم همچین سیستم. تا 95 که سربازی تموم شد من همین روند رو ادامه میدادم. یعنی صبح کلینیک، بعد مطب، صبح درمانگاه پادگان، بعد مطب اون همکارمون، بعد کلینیک تا 10-11 شب. این روند رو هر روز داشتم. جمعه، عید، عاشورا، تاسوعا، نمیدونم تعطیلی نداشتن. هر کی عروسی میکرد مجلس ختمش بود، من فقط از راه دور سلام میدادم از دور که این رونده طی بشه. رسید به سال 95 و خدمت سربازی تموم شد. خدمت سربازی تموم شد و من دیگه تصمیم گرفتم فضای کلینیک، هر کلینیکی، بهترین کلینیک برای هر آدم یه جایی تموم میشه. آره یعنی یه جایی به یه نقطه‌ای میرسی که دیگه بخوایم نمیتونی توی کلینیک کار کنی. باید یه جایی کار کنی که همه چیز در اختیار خودت باشه. من همون سال 90 آخرای 94 رفتم پیش همین دکتر صالحی توی کلینیک که من دیگه نمیخوام بیام کلینیک، میخوام مطبمو بزنم. قشنگ یادم این کیفش روی میز بود، دست کلید دستش در آورد، گفت مطب میخوای بزنی؟ این مطبش 2-3 سال بود تعطیل بود، بسته بود، خاک گرفته بود، ولی 2 یونیت داشت و اتوکلاو نداشت و همه وسایلم داشت.
یه پس شانس هم آوردی که آدم ها خیلی شانس هم آدم ها بودن که آدم خوبی سر راه قرار می‌گرفتن. آره اینم خب خیلی مهمه، شاید هم چون خودت خوبی. خواهش می‌کنم. آره. گفت که این مطب من رفتم مطب دیدم، یه اتوکلاو خریدم اون موقع و یه دستگاه RBG. آها. پول برای چیز دیگه هم نبود، یعنی به اینا رسید. اتوکلاو دستگاه چون داشتی مداوم 94 95 داشتی برای خودت خرید. آره دستگاه لایت خریده بودم، اپکس فایندر، روتاری چند تا، آبچوراتور چند مدل، همه درآمد صرف خریدن اینا شد. من همچنان مستاجر بودم، ماشینم نداشتم. خب بعد من اونجا اتوکلاو و RBG رو خریدم و رو RBG میدونه لپتاپ جایزه دادن. خیلی خوشحال شدم. حالا داخل فندر ما خودمون RBG چیز می‌کنیم، همکارا میگن یا لپتاپ هم روش می‌ذاریم. اینا خب به هر حال خیلی جای خوشحالی بود اون موقع، چون من دیگه نمی‌تونستم لپتاپ بخرم. ولی خب حال دادن. آره خیلی. بعد دیگه من توی اون مطب کار رو شروع کردم. مطب سالها بود تعطیل بود و منم نهایتاً مریضایی که توی کلینیک دیده بودم و مریض نداشتم. یعنی من اندو ترمیم روکش آخرایی هم که توی کلینیک بود، مثلا ونیرای تکی اینا با تعرفه نیروی مسلح انجام میدادم. یعنی کسی میومد مثلا 4 تا درمونش ونیر می‌خواست، مثلا گفت من بیمه نیروی مسلح دارم 25000 تومان میداد. گفتم اشکال نداره برای اینکه من انجام بدم. یادمه یه لابراتواری که بعداً خیلی دوست صمیمیم شد باهاش کار می‌کردم، 80000 تومان میگرفت برای هر روکش PFM، 100000 تومان به من میدادن. من میدادم به اون بسازه، 80 رو میدادم به اون، 20000 تومان برای هر روکشی برام میموند. ولی از اول دنبال که کیفیت جا. آره می‌خواستم یه کار بدونم. گفتم خب من در آینده میرم مطب خودم و میخوام 4 تا لابراتوار بشناسم. اب نداره من درآمدی از این نداشته باشم ولی اون فرصت رو ایجاد کنم. اینو میگم که خیلی از بچه‌هایی که الان میبینم میگن فلان کارو نمیصرفه. اصلا ما اون مرحله نیست که ببینید چی میصرفه چی نمیصرفه. یعنی از اول دنبال صرف و من سریع ببندم ماشین و خونه و اینا نبایدم باشی. اصلا نمیشه. باید مسیر با هم جلوتر صحبت کنیم دیگه. ولی من تو مطب شروع کردم، مریض نداشتم، خیلی روزهای سختی بود. ما یه سری شماره تماس همه مریضای کلینیک هم داشتن، با اونا تماس گرفتیم که ما اومدیم اینجا. باز خیلی اتفاق خاصی نیفتاد. و من شروع کردم با قرارداد بستن با بیمه ها. یه آقایی رو دندونشو بین کامپوزیت کردم، خیلی هم خوب شد. اولای کار خیلی آدم کار بهتر انجام میده. اینو من استخدامش کردم که بره برای من با بیمه قرارداد ببنده. و هر جا میرفت میگفتن دندونات کجا انجام دادی؟ میگفت همین دکتری که میگم شما بیاین باهاش قرارداد ببندین، این دندونا رو درست کرده. ما با نزدیک 13 14 تا بیمه قرارداد بستیم. پس بیمه هم شد که 95 مطب دکتر ساله گرفت بیمه شروع کرد. بیمه روز بعد از 13 به در ما مطب رو تمیز کردیم، کرکره رو دادیم بالا و تا اول تابستون مریض نداشتیم به اون صورت. دیگه اول تابستون قرارداد رو بستیم و بیمه نیروی مسلح، بانک صادرات، سینا، آسیا، هر چی در دست چی اونا رو شروع کردیم و بیمه‌ای انجام دادیم. بازم خیلی از نظر اقتصادی به صرفه نبود ولی خب من با جامعه آماری وسیعی روبرو شدم. اکسپوژرت به مخاطبات توی شهر همدان شروع شد. آره جامعه آماری وسیعی که هم میتونستم کارهای مختلفی که میخوام رو امتحان کنم. مریضش بود برام. همین که شناخته میشدم دیگه. با حجم زیاد کار میکردم. 8 صبح اولین مریض رو شروع میکردم، دوباره تا 10 شب هر روز بدون تعطیلی تو مطبه. که این جامعه آماری وسیع باعث شده بود که مثلا من یه مریض که بیمه‌ای بود کارش انجام میدادم و راضی بود از کاره، میرفت مریضای غیر بیمه‌ای برام می آورد. این کم کم داشت شکل میگرفت. دقیقاً داشت برنامه درست میشد طبق اون چیزی که من ترسیم کرده بودم و هدفم این بود. هر چی زمان می‌گذشت دونه دونه من بیمه ها رو کم می‌کردم که مریض آزاده بیشتر بشه و از نظر اقتصادی هم دیگه در همینجا می پرانتز بزنیم. پس یه کاری که استفاده کردی و بازم به نظر خوب بود استفاده، یعنی اول راه از بیمه ها استفاده کردی. اصلا چاره دیگه‌ای وجود نداره. یعنی شما از اول بگی من فلانی ام و مریضا بیاین نیست. مریض آزادی که میخواد هزینه کنه میره پیش دندون پزشکی که بشناستش و تجربه داشته باشه و از کارش مطمئن باشه و تجربه داشته باشه. حالا این موهای سفید یه ذره به ما کمک کرده که فکر کنم با تجربه ولی این لازمه که شما خودت رو در معرض قضاوت قرار بدی. یعنی خودت بیای مخاطب رو بگی با من هستم. آره بیام ببین اولین راه و بهترین راهش همون بیمه ها بودن. واقعا مثلا بیمه نیروی مسلح از نظر مالی به صرفه نبود. ولی خب باعث میشد که خیلی عظیمی آدم بیان شما رو بشناسن، بتونی کارتو پرزنت کنی. من خیلی اینا هی خاصی اون تبلیغات دم به دهن شکلی. آره من خیلی حقیقتش اصلا به این تبلیغ بیلبورد و اینا به نظر این یک کار
کار بازنده به تمام معناست. حالا بذار این تبلیغات اونطوری رو خیلی قبول نداشتم. تبلیغ هم این بود که این مریض میاد کارش خوب انجام میشه میره میاره باز. یعنی معتقد بودی رو درمانات تبلیغ می‌کنی. آره رو درمانات تبلیغ می‌کنم. من اون موقع فقط اندو و ترمیم و روکش، بعضی وقتا 2 ماه 3 ماه یه بار یه دونه مریض زیبایی هم داشتم. خیلی به تعداد کم. سعی کردی اونا اونقدر پرفکت انجام بدی. اونا رو من یک روز کامل برای یه دونه مریض بین کامپوزیت وقت می‌ذاشتم، با هزینه کم انجام میدادم. بعضی وقتا یه قسمتیشو از بیمه‌شون استفاده می‌کردیم، یعنی طوری که من بتونم آدمای بیشتری بشن درمان زیبایی. این داستان مطلب مطلبی بود که من مستاجر بودم. تا کی راه پیدا کرد؟ تا آبان 98. تا آبان 98 که اومدی دیگه. تا حدود 3 سال اونجا بودم. خیلی هم دوران خوبی بود که من تونستم اون قسم بیس اولیه رو جمع کنم، مطلبی که خودم می‌خواستم و به ساختمونش رو تامین کنم، تجهیزاتش رو تامین کنم و کار رو به یه سطح بالاتری ببرم. اینجا بود که دیگه تمام بیمه‌ها رو کنار گذاشتم، دیگه لازم نبود با بیمه کار کنم و اون کیفیتی هم که می‌خواستم ارائه بدم با بیمه مقدور نبود. با توجه به تغییرات تورم و قیمتی که اتفاق افتاده بود، من می‌خواستم این کاری انجام بدم که با بیمه امکانش نبود. سعی کردی بیمه هم هست ولی دیگه جا افتاده بودی. آره دیگه بیمار خودم داشتم، یعنی حالا دیگه من پس تو همینجا نگه داریم یه ویدیو از مطلب بگیم. خیلی حرف زدن اصلا اجازه ندارم. نه یه ویدیو از مطلب بگیم، بحث چالشی تر جلو و یه خیلی مختصر مفید گفتی راه خود دیگه تا از کجا شروع کردی چه کجا پیشرفته. آره پیشرفته خیلی هم شسته رفته گفتی و صادقانه. یه خورده حالا از آبان 98 اون مدل مطلب داری و این داستانا رو با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم چه جوریه که به درد همکاران بخوره. در خدمت هم هستیم. من یه ویدیو بگیریم برای همکار از مطلب واجد. بریم آخه این هم فضای مطلب و این الان یونیت خودته دیگه. یونیت خودم اونجا کار میکنم دیگه. حالا بس دندان پزشکی دیجیتال هم که اوکی کردی و اونم فراهم کردی. خیلی از این خوشم اومد. من خیلی ایده جذابی. کوچیکی از تیوبا رو از روز اول همه رو نگه داشتیم، کستر هم نگه داشتیم، کستایی که برای لامینیت بوده. جالبه همه چیزی هم داری. همون برندی هم هست. آره چند تا گونی هم داریم. گونی هم داری که اینا رو حالا سلکت کرد. فضای سبز و یونیت دوست داشتنی فخر سیناست. هنوز هیچ یونیت ارگونومی اینو هنوز نداده بازم. این هم قسمت دیجیتال و اتاق استیل و این هم قسمت بعدی. حالا میکروسکوپ هم داری. حالا واقعا تنها چیزی که الان دیگه قسمت آخر تو مطلب هستیم، میکروسکوپ استفاده کردی یا نه؟ اون اوایل که خریدم استفاده کردم. خب ولی بعدش دیدم کار کردن با لوپ خیلی راحت‌تره. بعد لوپ گرفتی. به نظر برای متخصص اندو خیلی کاربرد داره. خیلی کاربرد داره. برای ما که کار زیبایی کار رو انجام میدیم همون لوپ رو ترجیح میدیم. اینم اولین نسل میکروسکوپایی که وارد ایران شده دنتال دیگه، درسته؟ اولین نسل دومش نمیدونم. جز اولین برندا بود حداقل. آره دیپلمات دیگه. آره. گلم زیاد. به بگو دکتر. آره. از اسفند کرونا شروع شد. کرونا تاثیرش خیلی سنگین بود و یه سری هزینه‌های جدید ایجاد کرد برای مطب‌ها، برای درمان و میل بیمارا به درمان‌هایی که الکتیو بودن، درمان‌های زیبایی و اینا کمتر شد. واقعا شرایط سخت شد از سال 90. شرایط اقتصادی مملکتم که یه الان پیج اینستاگرامت خب حالا فعال و اینا، الان مریض از اینستاگرام هم داری یا هنوز همون تبلیغات دهن به دهن بعد مریض میاره؟ قسمت عمده همچنان تبلیغات دهان به دهان و تبلیغاتیه که مثلا کسایی که کار رو میبینن. من برای یه عروسی ونیل کامپوزیت انجام دادم. تا حالا 13 نفر از مهمانای اون عروسی رو ونیل کامپوزیت کردن. یعنی همونایی که تو اون عروسی بودن. اینه که این تاثیرش، اینستاگرام خیلی تاثیر داره، تبلیغات خیلی تاثیر داره، پرزنت کردن خود آدم خیلی تاثیر داره، ولی
همچنان کیفیت بهترین تبلیغه. هیچ تبلیغی هم رو دست این نمیاد به نظر یعنی من. همچنان سعیت اینه مریض بره بر تبلیغ کنه. دقیقاً. تا اینکه اینستاگرام و اینا بودجه هم گذاشتی برای اینستاگرامت اینا یا نه همینجوری نه بدی آورد؟ خودم من عکس‌ها رو با گوشیم میگیرم، خودم توی مطب، خودم توی خب حالا فکر نمی‌کنی اگه مثلا عکس‌ها رو با سعی کنی اینو آپگرید کنی خیلی بعد بهتر میشه؟ من تجهیزاتش هم تهیه کردم، ولی خب. واقعا یه نکته‌ای توی این موضوع وجود داره که من با خیلی از همکارا لابراتوارا در موردش صحبت می‌کنم، اختلاف نظر هم داریم. من دوست دارم عکسی که از کارم توی اینستاگرام میذارم همون عکسی باشه که احمد رضا وقتی با چشم بیمارمو میبینه همونو ببینه. آها، سعی می‌کنی همون نزدیک به واقعیت باشه. همون چیزی که با چشم میبینیم همون باشه. درسته با دوربین ماکرو جزئیات بیشتری دیده میشه، خیلی بهتره فلان، ولی به نظر من با واقعیت کار فاصله داره. هممون کارهای واقعی از همین عکس‌های پر زرق و برق اینستاگرامی دیدیم که شبیه اون نیست واقعا. آره. و دستکاریاش هم که خیلی میشه دیگه. آها، یعنی سعی می‌کنی همون چیزی که همون لحظه است رو بذاریم. آره، همون چیز واقعی رو بذاریم، ضمن اینکه عینک آفتابی بزنم. آره عینک بزن، من نیاوردم با خودم، من می‌ذارم حتما. خب ولی بیشتر به این اعتقادمه واقعا که هر کاری رو اونجوری که هست نشون بدم، چون به هر حال اون مریضه اون عکس رو میبینه، میاد پیش من، اون کار رو انجام میده و بعداً این خودش باز میشه یه تبلیغات منفی که این کار من رفتم اون ماکرو رو دیدم الان این شبیه اون عکس نیست. آها. این بدترین اتفاق دیگه. ولی تو نمای یه خورده بزرگتر و دورتر مثلا نمای کلی میگن زیاد سختگیری مریض هم اونقدر شاید نباشه دیگه. نه دیگه همون چیزی رو که دیده براش انجام میدی. آره همون یعنی چیزی که دیده رو براش. چیز دیگه نبوده که ما الان بگی خب من شبیه این عکسی که تو گذاشتی نیستم دیگه. این باعث میشه که کار واقعی ارائه بشه. حالا شاید در آینده منم تصمیم بگیرم عکاسی رو قوی‌تر کنم، ولی تا الان ایدم این نیازی بوده. احساس بهش نکردم. نه نیازی احساس نکردم، ایدم همین بوده. و توی شهری که من دارم کار میکنم توی همدان من واقعا جواب داده و نیازی هم به این تیم تولید محتوا و این صحبت ها ندیدم. محتوای ما درمان دندان پزشکی. بله من درمان یه خوردم کلا گارد داری نسبت به یه خورده تجاری شدن دندان پزشکی. خیلی گارد دارم یه خورده. یه خورده که هیچی. ولی مثلا شما بهترین اندوها رو انجام بده و بهترین عکس‌های رادیوگرافی رو بذار، خیلی تأثیری نداره. این شاید نکته منفی باشه. چیزی که توی این اینستاگرام قابل پرزنته درمان زیباییه. آره. وگرنه اندو میذاریم، همکارامون میان میگن به به چقدر اندوی زیبایی، ولی بیمار که نمیدونه. ولی خب بیماری نگاه میکنه چند تا تصویر سیاه و سفید دیگه. برای اینکه شما اگر داری اندو انجام میدی و میخوای شناخته بشی بعدش بری سراغ درمانهای زیبایی، باید اون اندو رو برای بیمار طوری انجام بدی درد نداشته باشه، دندان ماندگار باشه، اذیتش نکنه. شما تا همین کفایت میکنه دیگه. عکس نشون بده اتفاقی نمیفته. نمیدونم مثلا بیا بگی من اونو پیدا کردم اون کانال ام بی تو رو. میگه خب باید پیدا می‌کردی. دقیقاً. ولی این مسیر برای اینکه خیلی‌ها میگن من میخوام فقط ونیل کامپوزیت انجام بدم ولی مریض ندارم، بعید میدونم بشه به سرعت، شاید در طی زمان بشه این کارو کرد. ولی من به عنوان یه دندان پزشک همین الانشم دندون میکشم، ونیل انجام میدم، لامینیت میکنم، اینو تو رستوران با هم دیگه بحث جراحی میکنم، همه کاری یعنی میکنم. همین که فیلدتو محدود نکردی خودش یه داستانیه. آره این اصلا خودش یه برنامه‌ایه، یه برنامه‌ایه بعد بشیم راجعش صحبت کنیم. ببین آدم میگم که بیشتر دندان پزشکانی که از یه جایی به بعد درآمدشون به اون حد خوب میرسه و مریض رو پیدا میکنن دیگه شروع میکنن کیس سلکشن و محدود کردن فیلد. خب یعنی دیگه میثم ویسی که وجود داره دیگه نمیاد دست به اندو 6 بزنه، براش دیگه احساس میگه آقای جوون تر بیا تو اندو 6 هامون تو مطب انجام بده. نه من احساس من هنوز اینو ایجاد نکردی. نه اینو ایجاد نکردم، زمین که خب بودن یه دندون پزشک خوبی مثل خانم دکترم توی مطب هست که باعث شده که با هم کار میکنید. همچنان و ان شاءالله تا پایان. نه منظورم اینه که یعنی با همین کارهای درمانی رو خب من خیالم راحته اون کیفیتی که مد نظرم هست انجام میشه. به همین خاطر چیز نیستم، نگرانی از اون بابت ندارم. ولی خب به شدت منتقد این کار هم هستم که خب من دندون پزشکم ولی فلان کار رو انجام نمیدم. این اصلا به نظر من پذیرفته نیست. بله یه کاری رو چرا؟ یه کاری رو توانش رو نداریم، خب اشکالی نداره. کاری که توانش رو نداریم مشکلی نداره انجام ندیم، ولی به هر حال باید توانش رو کسب کنیم. بیمار میاد پیش ما،
میخواد بنی کامپوزیت کنه، یه دندونش اندو میخواد، جراحی لثه میخواد، فرنکتومی میخواد، جرمگیری میخواد، یه دونه ایمپلنت لازم داره. این نمیشه همه رو مثلا پاس داد به این ور اون ور. من همه رو خودم. ببین قسمت اول حرفامون هم خوب نیفتاد دیگه، ما چون مسابقه خیلی ریل و صادقانه است یه بار دیگه بگیم اون قسمت اولو تا حد 2-3 دقیقه و بعد بریم. داشتیم راجع مواد متریال و تجهیزات با هم دیگه صحبت می‌کردیم. صحبتی بود این بود که دکتر ویسی اولا یه اتفاق خیلی خوبی که تو مکتبش میفته اینه که مواد متریال و تجهیزات خوب استفاده میکنه. گفتیم آقا از اول اینجوری بوده، گفتی نه، یعنی هی پله به پله بردمش بالا. یه بحثی هم شد راجع بین متریال و تجهیزات تو بودجه محدود، اونو یه بار دیگه بگی. به نظر من همیشه اولویت رو بر مواد و متریال درجه 1 بزنید، حتی اگر 199 اون 100 رو انتخاب کنید، هم کار کردن باش راحت تره، هم بیمار راضی تره، هم نتیجه درمان قابل پیش بینی تره. من اول که ایمپلنت رو شروع کردم خیلی از دوستان بهم گفتن از یه برند پایین‌تر، از یه برند ارزان‌تر شروع کن، ولی اینجام خب آدم خوبی سر راه من قرار گرفت، دکتر مشعوف به من گفت شما بهترینش رو شروع کن، چون که آدمی که اول راهه ممکنه ایراداتی داشته باشه، بذار اون متریال اون ایرادات تو رو پوشش بده. زمانی که به نظر من وقتی آدم خیلی تواناییش بالا میره میتونه بره ریسک برند پایین‌تر، ریسک برند پایین‌تر شانسشو با اون امتحان کنه. به همین خاطر من همیشه نظرم این بوده که تجهیزات رو سعی کنین به سمت بهتر شدن حرکت کنین، ولی مواد مصرفی قدم اول هیچ تعارفی در مورد مواد مصرفی وجود نداره به نظرم. منم یه خورده راجع مواد احساس میکنم اولویت باید رو مواد باشه. من خیلی میبینم بچه‌هایی که تازه شروع میکنن کار میگن این باندینگ گرونه، میگم شما بشین حساب کن رو قطراتش هر دیگه قطره چقدر میشه، چقدر واقعا اختلاف قیمت ایجاد میکنه، زیاد نیست واقعا معنیدار نیست. ضمن این که از اون طرف معنیداره، کیفیتی که شما کار انجام میدی برای بیمارت واقعا کیفیت بالاتریه. بیمارام الان خیلی آگاهیشون نسبت به گذشته بیشتر شده، متوجه میشن که شما دارین چه کاری براشون انجام میدین و این حرف که دندون پزشکی دیگه به درد نمیخوره، دیگه شرایط اقتصادی اجازه نمیده، شما درمان خوب انجام بدین، شک نکنید موفقیت اون برگشته اتفاق میفته، اصلا شکی توش وجود نداره. زمانش طولانی تر شده، اگر 10 سال پیش تو 5 سال این اتفاق میافتاد شاید الان تو سالهای بیشتری این اتفاق میافتاد، ولی همچنان اتفاق ولی کیفیت تبلیغی که هیچ وقت پاک نمیشه از ذهن ما. بریم نهار رو بخوریم و کبابو بزنیم. خب دیگه گفتیم و شروع کردیم. این مطب داریت هم بهمون بگو. میگه که من از صبح که میری مریضا رو همه رو دست رد میگیری، همه کار انجام میدن. البته جدیدن خب از نظر تایمی یکم نمیرسم به، سعی میکنیم حالا منیج کنی جوری که انجام بدیم ولی مثلا مریضایی که حالت مجموعه درمان داشته باشن سعی میکنم همه کاراشون رو انجام بدم. مریضایی که مثلا نهایتا میخوان درمان زیبایی انجام بدیم، اینا رو سعی میکنم همه کاراشون رو انجام بدم. البته کارهای درمانیشون که خانم دکتر زحمت میکشه، ولی سعی میکنم مریضی رو نفرستیم بره. ولی تا اونجایی که در توانمون باشه، حالا یه سری کارها هم هست که میبینیم که کسی دیگه بهتر میتونه انجامش بده، خب اونا رو از همکارا الان ریفر هم بهت میشه برای کار زیبایی؟ نه برای کار دیگه، مثلا برای زیبایی ریفر میشه از همکارا، خیلی برای ایمپلنت هم ریفر میشه. یه داستانی که بچه‌ها اتفاقا چند تا از بچه‌ها تو توییتر گفته بودن و بچه‌های اینستاگرام گفته بودن چه جور دکتر ویسی این آموزش رو دیده، هم ایمپلنت خوب داره کار میکنه هم ونیر خوب. اصلا این مسیر آموزشی از کجا شروع شد؟ اول درمانه رو انجام داده. اون یه پرانتز اول صحبت گفتیم من دانشجویی کار نکردم، من خودم از مخالفان کار زمان دانشجویی ام. یعنی آدم میره یه چیزی اشتباه انجام میده و بر همون مدار اشتباه میگرده و یه خورده تصحیحش دوباره آوردنش تو مسیر سخت. خدا نکنه دست آدم به کار بد عادت کنه. آفرین، این خیلی اصلا درست نمیشه. آره، ولی خب مثلا من اول که خوبی بذار طبیعی باشه. مرسی، دست شما باشه، دست من اول که فقط اندو و ترمیم انجام میدادم، سعی میکردم اون اندو رو به بهترین حالت انجام بدم. بعدش که این سلف استادی بود، من کلاسی رو برای اندو نرفتم. بعد که کارهای زیبایی شروع کردم باز تمرین خودم بود، یعنی کلاسی نرفتم، هنوزم تمرین میکنم، هنوزم کست ونیر میکنم، دنتیک ونیر میکنم، سعی میکنم یه مشکلاتی توی دندونا ایجاد کنم که این کار رو برای خودم سخت‌تر کنم که قبلش تمرین کرده باشم. خیلی مواردی هم پیش میاد که
واقعا ناراحت میشم از اینکه بچه‌ها عکس دنتیکی برای من میفرستن میگن این ما اینو ونیل کردیم اینقدر خوب شده، توی دهن مریض کارمون اینقدر خوب نمیشه. میگم خب هیچ مریضی با اون شرایط دنتیک نمیاد دندوناشو ونیل کامپوزیت کنه. دندون‌ها ردیف سفید بدون تغییر رنگ، بدون هیچ مشکلی عشق میکنه. آره، به یکی از دوستان گفتم که شما توی این دوره‌های ونیل کامپوزیت که میارین بیاین این دندونای دنتیک رو سیاه کنید، با رنگ مشکیشون کنید. حالا ما به بچه‌ها بگین با رنگ هم سیاه میگن رو تبلیغاتی، بپوشونید. خدا شده تبلیغاتی نیست. ما خودمون سعی میکنیم، یعنی حالا دکتر شکوهی من به شدت منتقد این دوره‌هایی ام که اینطوری داره برگزار. حالا بذار بگم، ما دکتر شکوهی خب این کسرا که عوض میشه دندوناش، خب دکتر شکوهی میگه حتما این سعی کنید این دندونا رو وسط کار عوض کنید که این اتفاقه بیفته. شما بدونید اصلا یه دندون چرخش داره، یه خورده اسپیسینگ داره، چه جوری کار در میاد. این حالا این حرف درسته. بعد این دوره ها رو شروع کردی دیگه، از یه جایی شروع کردی یا همون سلف استادی؟ همون سلف استادی بود، یعنی من دوره آموزشی برای ونیل کامپوزیت و لامینیت سرامیکی نگذروندم. حالا این یه نکته بگم اینجا جالبه، من همین آخرای یعنی 2-3 سال پیش همینطوری گفتم که من خیلی ایراد میگیرم به این دوره ها. یه دونه دوره ارزون کم هزینه کوتاه برم ببینم چه جوریه. در شما در نکنم. دوره 2 روزه آناتومی و پالیش رفتم. خب بعد آره دست در یه روزشو یادم رفت برم، یعنی فکر می‌کردم چهارشنبه و پنجشنبه از کلاس، شنبه و چهارشنبه بود، یه روز اونم از دست رفت. خب یه روزشو رفتم. خب بعد اون یه روزی هم که رفتم دیدم که واقعا بچه‌هایی که اومده بودن اونجا پالیش یاد بگیرن خیلی‌هاشون هنوز نمیتونستن کامپوزیت رو بذارن و اول کامپوزیت رو بذاری بعد پالیشش کنی دیگه. یعنی بچه‌هایی با یک سطح در سطوح متفاوت اومده بودن یک آموزش یکسان دریافت می‌کردن. خیلی شرایط غریبانه‌ای بود واقعا، یعنی من مشکلی نداشتم، من همون روزم اگه اونجا نمی‌رفتم مریضشو داشتم ببینم. ولی خب بچه‌هایی که اونجا بودن واقعا هزینه کرده بودن. بعدش خیلی هم هر روز برای من میفرستن آقای دکتر ما تو کلاس این کارو انجام دادیم اینقدرم خوب شده، بعد الان تو سر مریض نمیتونیم انجام بدیم. یا اینکه سر کلاس آموزشی نذاشتن با گوشی خودمون از کارامون عکس بگیریم، گفتن اینا رو باید بریم عکاس عکس بگیره، بعد ما توی فتوشاپ اصلاحش می‌کنیم بعد عکسش رو میفرستیم. بابا نکنید. مصاحبه اولم به اون قسمت آموزش ایراد گرفتید ولی داره این روندا اصلاح میشه، یعنی مؤسسات و اینا، حالا اونایی که حداقل چند تا حالا در مورد کامپوزیت یا لامینیت هم بگم. کامپوزیت یا لامینیت اتفاقا بگو، چون ببین هومن اون نظری که داد من خودم یه خورده مخالفش بودم، به خصوص این که از نظر سختی کار که من معتقدم مثلا یه کسی که کار ونیل میکنه از نظر سختی کارش به شدت سخت‌تره، چون هم یه خورده خستگی توی کار رو داره، هم به جز خستگی بحث به هر حال یه بار عمده‌ای رو میندازه روش لابراتوار رو لامینیت. خب هر چقدر سمنتیشنش سخت و غیره که واقعا سخت سمنتیشن گاهی وقتا، ولی بازم تو ونیل یهو فاکتورهای به هم زننده کار زیاده. اینو اینجا نگه داریم که من پلاس با این صحبت که بعضی جاها تو اصلا اندیکاسیون ونیل کامپوزیتی دیگه. آره دیگه اینم بعد یه بحثی صحبت بشه. آره اینی که گفتم که من این درمان زیبایی رو خیلی ازم میپرسن، من واقعا سلف استادی بود، ولی سلف استادی اینطوری که تمرین خیلی خیلی زیاد. یعنی من توی دوران سربازی هم تو اون صبحی که میرفتم سربازی بچه‌هایی که پگلکتال داشتن دیاستم داشتن سربازا سعی کردی همه کیسا رو ببینی، اونا رو صدا می‌زدن بیا رایگان براتون انجام بدم. اینو انجام میدادم. واقعا راهی برای انجام درمان زیبایی خوب جز ترمیم خیلی 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 زیاد، تمرین خیلی 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 زیاد وجود گفتم ترمیم وجود نداره. اینو اینجا نگه داریم، حالا دوباره در موردش صحبت می‌کنیم. کسی میتونه در مورد اینکه کامپوزیت بهتره یا لامینیت اظهار نظر کنه خب که هر دو رو در بالاترین سطح انجام بده. خب کسی که فقط لامینیت سرامیکی انجام میده به نظر من در مورد لامینیت سرامیکی نظرش خیلی محترمه. و کسی که فقط ونیل کامپوزیت انجام میده در مورد ونیل کامپوزیت نظرش خیلی محترمه. ولی در مورد اینکه دیگه بحث ونیل لامینیت اون تمام بشه انتخاب میکنه. خب آره. ولی در این مورد به نظرم دکتر امیر مهرابی همشهری درجه 1 من ونیل و لامینیت رو در بالاترین سطح انجام میده. بخورده نجات پرستانه شده همه بین خودمونه. خب آره ایشون نظرش رو به نظرم بپرسیم ببینیم. آره دکتر مهرابی، دکتر خسرو. بعد مثلا من با دکتر چون ببین من تو بحث زیبایی خیلی با دکتر شکونیا خب هم کلاسش دکتر شکونیا هر دو رو داره در بالاترین سطح انجام میده. اصلا بعضی جاها خودش میگه من
واقعا یه جایی میبینم این باید بشه، بعضی جاها اون، یعنی زیاد تعصبی هم نباید داشته باشه. درمان پزشکی درمان این هم یه صحبتی که شما یه درمانی رو حذف کنی و بگی که من فقط اینو انجام میدم، بله من فقط کوبیده بلدم درست کنم، به نظرم کوبیده بهترین کباب دنیاست. نه اینجوری میگم نباید آدم نباید تعصبش رو درمان تعصب نباید داشته باشه، ضمن اینکه اظهار نظر رو بسپاریم به کسی که هر دو رو در بالاترین سطح انجام میده. الان خودت که داری هر دو تا رو، من خودم رو در بالاترین سطح نمیدونم واقعا، ولی بین این دو تا به نظرم هر کدومش در جای خودش بهترین درمانه. برای بعضی کیس ها لامینیت سرامیکی درمان درستی نیست، برای بعضی کیس ها ونیل کامپوزیت درمان درستی نیست، برای خیلی از کیس ها هیچ کدومش درمان درستی نیست، برای خیلی از کیس ها بهترین درمان نو تریتمنته، یعنی درمان های اسارفی کنه و بلیچینگ و اینا شاید کفایت کنه. واقعا بعضی اونم نمیخوان، یعنی همه چیز درسته فقط یه چیزی شنیده. برای خیلی از کیس ها نو تریتمنت، وقتی من فقط لامینیت سرامیکی انجام میدم همه رو میبرم سمت اینکه لامینیتش میکنم و خیلیاش لازم نداره. من اگه یه زمان ایمپلنت انجام نمیدادم. این ایمپلنت هم بگو. ایمپلنت آره خب زیبایی ببندیم. من خیلی از کیس‌ها رو ایمپلنت انجام نمیدادم و سعی می‌کردم اون دندونه رو با فورس اراپشن و هر روشی شده نگه دارم و اشتباه بود خیلیاش. چرا؟ چون که من ایمپلنت انجام نمیدادم که فکر می‌کردم به هر قیمتی شده باید این دندونه رو نگه دارم. قبل از اینکه بریم سراغ دقیقاً همین داستان ونیل کامپوزیت. بذار قبل از اینکه بریم سراغ این غذای سفارش بدیم، دکتر سماوات هم اینجا نشسته داره از دور میگه اول غذا رو سفارش بدیم بعد برگردیم سراغ ایمپلنت. خب بریم برای این داستان که سفارش داریم غذا بیاد، ما تو پیجمون اول پوستر رو میذاریم، بعد کلیپ تبلیغ اون مسابقه میده، بعد ستون چپمون تو همش غذا خواهد بود از این به بعد. خب تا غذا میرسه ببین خب داشتیم راجع به ایمپلنت صحبت می‌کردیم، یه حرف خیلی خوبی زدی، گفتی یه درمان پزشکی عمومی باید اونقدر به درمان‌ها آشنایی داشته باشه که تعصب یه درمان نداشته باشه. یعنی اگه اومد مطبش دید میتونه فورس اراپشن کنه، راه فورس اراپشن جلوش باشه، دید میتونه دید میتونه ایمپلنت کنه، راه ایمپلنت هم جلوش باشه. حالا این مسیر ایمپلنت رو همکاران ازت سوال داشتن، ببین چون یه خورده داستان داره دیگه، هم بتونی کار زیبایی رو خیلی خوب انجام بدی، هم از اون ور کار ایمپلنت رو به این خوبی انجام بدی. گفتی برای ونیل که سلف استادیو اینا بوده، برای چیز چی؟ قشنگی این واقعا مسابقه ریله. خب برای داستان ایمپلنت چی از کجا شروع کردی؟ برای ایمپلنت من 4 سال ایمپلنت ها رو یه جراح که دوستمون بود میومد مطب میذاشت، من فقط پروتزش رو انجام میدادم. پس از پروتز شروع کردم. من خودم از پروتز شروع کردم. پروتز ایمپلنت این دیدو به آدم میده که این ایمپلنت خوب باید چطوری باشه. درود بر این ایمپلنت میذارم کراپ این ایمپلنت خوب باید چطوری باشه. ایمپلنت خوب باید چطوری باشه که یه پروتز خوب روش بذاری. به نظرم مسیر درست هم همینه که شما اول پروتز ایمپلنت رو خیلی خوب کار کنی. موقعی که توی پروتز ایمپلنت به حدی رسیدید که به نظرتون اومد خب این پروتزایی که دارم من میسازم اگه ایمپلنتشو خودم بذارم بهتره، اون موقع بریم سراغ جراحی. یعنی از پروتز شروع کنیم حتما. و پروتز هم اینطوری نیست که کسی بیاد ایمپلنت بذاره پروتزشو به یه دندون پزشک عمومی ارجاع بده. این اتفاق خیلی به ندرت پیش میاد. باید شما یه جراحی یا که مطب خودتون باشه یا کلینیک باشه که پروتز ایمپلنت رو بتونید انجام بدین. سعی کنید پروتز ایمپلنت رو به بهترین شکل انجام بدین. لابراتوارهای خیلی خوبی هستن ضمن که پروتز ایمپلنت خیلی دنیای وسیعیه. نکته است اصلا فقط این نیست که ایمپرشن کوپینگ رو ببندیم و قالب بگیریم و بفرستیم لابراتوار. اینقدر انتخاب‌های وسیعی رو به روی آدم وجود داره. اینقدر مهمه که این جمله خیلی مهمه که ایمپلنت یک درمان پروتزیه که یک مرحله جراحی خیلی مهم داره. این اصلا جمله خیلی خفنه، خیلی جمله خفنیه به نظر من خودم پروتز ایمپلنت رو چند سال انجام دادم، بعد به این نتیجه رسیدم که اونم سلف استادی پروتز ایمپلنت رو اونم سلف استادی از طریق دیدن سی دی و چند تا یه سری سی دی و کتاب خریدم سلف استادی و توی کنگره ها هر جا صحبت پروتز ایمپلنت بود میرفتم. بعد سراغ جراحی رفتم. برای جراحی هم خیلی پرسجو کردم، گفتم که من میخوام به بهترین شکل و از الف یاد بگیرم. یکی از دوستای خیلی خیلی خوبم دوره دکتر مشروف رو پیشنهاد کرد. به صورت خصوصی دکتر مشروف به من از الف ایمپلنت شروع کرد، از فلپ زدن، چطوری دست تیغ و دستم بگیرم، چطوری بخیه بزنم. یک روز 2 روز کامل ما صبح تا شب فقط بخیه کار کردیم و دورش هم اینطوری نبود که دوره 2 روزه ایمپلنت. من هنوزم
آموزش ایمپلنت هم ادامه داره. هنوزم میتونم ویدیو کال کنم باهاشون، هنوزم کیس براشون میفرستم، هنوزم اگر بخوام میتونم وقت بگیرم 2-3 ساعت برای من وقت بذار کلاس مشروف واقعا عالیه. این کلاسی که انتهایی نداره. من هم بافت نرم و آموزش دیدم، هم مدیریت بافت نرم، هم مدیریت بافت سخت، هم جراحی سینوس لیف، هم گذاشتن ایمپلنت. همه اینا تو کلاس‌های جدا، زمان‌های طولانی. و رفتی اول شروع کردی ایمپلنت‌های سیمپل رو گذاشتی، بعد ایمپلنت‌های سیمپل رو به روش، یعنی ما برای یه دونه ایمپلنت تک دندون هم گاید ساختیم. همه رو اول سعی کردیم به استانداردش رو پیش بریم. بعد که من دستم روان شد دیدم خب این ایمپلنت سینگل و من الان دیگه همه چیشو میدونم، لازم نیست. اون البته گایدی هم که ما میساختیم گاید کامپیوتر بیس خیلی کمتر بود. گایدایی بود که من خودم تو مطب میساختم. همون با قالب‌گیری اینا کارا با قالب‌گیری با دستگاه وکیوم فرمر میساختم که موقعیت پروتزیش دقیق باشه. هنوزم در حال یادگیریم توی ایمپلنت، یعنی خیلی با اون چیزی که از خودم توقع دارم فاصله دارم، ولی بیمار زیادی دارم براش، چون که من مسیر رو درست رفته بودم دیگه. از اندو شروع کرده بودم، الان مریضی که اندو کردم براش ایمپلنتش رو میاد پیش من، اونی که ونیر کردم میاد پیش من، اونی که دندون براش کشیدم میاد پیش من. هنوزم خیلی دندون میکشم، دندون کشیدن خیلی دوست دارم. چون باعث میشه ببینم اون تو چه خبره. خب خون ریزی رو دوست داری. بعد اینکه این ایمپلنت خیلی نیاز به مطالعه داره، مثل ونیر و لامینیت نیست واقعا. اون نیاز به تمرین داره، اینم نیاز به آپدیت. به نظر همیشه بعد دندونپزشک یه دندونپزشک، ولی ایمپلنت نیاز به دانش داره خیلی زیاد. خب حالا یه چیزی هم به این وسط من اضافه کنم، این که ببین اون فضای، چرا الان اصلا بحث مسابقه از اینجا شروع میشه، ایده فصل اول که امکان رزیدنتی خوندن واقعا توی ایران سخت شده. من البته مخالفشم هستم. حالا اینو با هم میریم جلوتر میچینیم، ولی به هر حال اونی که بخواد بخونه براش سخت شد. سهمیه هست، ایکس، ایگرگ، کلا به دانشگاهی 3 تا صندلی داره، 2 تاش از اول رفته، 3 تاش از اول رفت دیگه. به اون شدت، به اون مثل سال 94 95 نیست بچه‌ها بخونن و مثلا میگفتم آقا بخونی به هر حال میشه یه چیزی. الان دیگه به اون خوندن چیز هم نیست که این خوب نیست، هم باید به هر حال باشه. فرقش اینه تو دوران تخصص شما دائم دارید از طریق مقاله، استاد و غیره آپدیت میشه، یعنی اون علم فرش و روز دنیا در اختیارت قرار میگیره. یعنی یه دندونپزشک که داره از اون فضای دانشگاهی دور افتاده، مهمترین کاری که باید بکنه من از همین آپدیت کردن مدام. یعنی من به خیلی از بچه‌ها میگن خب ما از اول بریم دوره شرکت کنیم، میگم نه، شما سعی کنید تو اون موضوع به حد اکثر دانش برسید، بعد بریم سراغ دوره. میری سر کلاس خیلی چیزی نمیدونی، خامه، آره خیلی اطلاعی نداری، ولی الان کتاب، فیلم، منبع، یوتیوب من خودم خیلی وقت می‌بینم. واقعا میگم هر چقدر توی مبحثی مثل ایمپلنت، توی مبحثی مثل جراحی‌های لثه انقدر دانش و آگاهی علمی مهمه که من فکر می‌کنم شده این دانش. من فکر می‌کنم در مورد مثلا ونیر و لامینیت آموزش دیدن دست مهمه، مهارت مهمه، تمرین مهمه، ولی توی ایمپلنت، توی پیوند استخوان، توی جراحی سینوس لیف، توی پروتز ایمپلنت دانش هر لحظه داره تغییر میکنه. یعنی روشی که 4 سال پیش بود با امروز داره تغییر میکنه، سیستم‌ها داره عوض میشه، هر وقت سیستم‌های جدید میاد، تو باید به یک تسلط عجیب غریبی برسی توی ایمپلنت. یه دنیاییه که اصلا دندونپزشکی دوباره داشت جذابیتش برای من از دست میداد، توی روند یک نواختی افتاده بود و ایمپلنت دوباره همه چیز رو برام تازه کرد. واقعا یه نکته هم هم توصیه میکنم که ونیر انجام بدین، لامینیت انجام بدین، جلگیری انجام بدین، دندون بکشین، ایمپلنت بذارین، ولی در هر موضوعی که میخواین انجام بدین سعی کنین حداقل 70-80% دانش اون کار رو داشته باشین. و یه جمله خیلی مهمی هم گفتی من از اندو به نظر نقطه سیف دندونپزشکی، یعنی نقطه امن و پرواز. اصلا اول پاتو اونجا سفت میکنه، بعد اینو بهم بگو من بچه‌ام بدونن، یعنی چون الان چیزی که ایجاد شده خیلی شاید جالب باشه برات بدونی که اندو الان جزء آخرین تخصصاییه که پر میشه. یعنی میخوام بدونی که قدیم خب به هر حال اینجوری نبود، یعنی جزء 4 تا اول بود، 5 تا اول. این اندو الان داره محجور میشه، خب ولی همچنان یه عاملیه که میتونه شما رو متمایز کنه و جاپاتون رو سفت کنه. دقیقاً شما اندو خوب انجام بدی، هم توی زیبایی میتونی مریض جمع کنی، هم توی مریضی که دردش رو ساکت میکنی و اون دندون براش ماندگار میشه، اصلا میشی خدا براش.
یعنی میگه که اینی که این دندون رو اینطوری انجام داد همه کار دیگه میتونه انجام بده، دیگه بقیش کاری نداره واقعا. من به همه توصیه میکنم، حتی دندون پزشکی که میگه من فقط میخوام زیبایی کار کنم، حتما سعی کنه توی اندو پیشرفت کنه. من هنوزم خودم واقعا روزی که اندو انجام میدم با لذت تمام، یعنی لحظه استفاده کردن از اولتراسونیک برای شستشوی داخل کانال رو با هیچ لحظه‌ای عوض نمی‌کنم، بی‌نظیره. ولی اگر شما لحظه شکستن فایل چی؟ لحظه شکستن فایل هم برای همه پیش اومده. آره خب چیه که براش پیش اومد؟ بهترین پروگنوز شکستن فایل داره. خب به نظر من آره من تمام فایل هایی که شکستم رو فالوآپ کردم، هیچ کدوم منجر به مشکل نشد. درسته؟ بعد اصول رعایت کنم. رعایت اصول چیزی نیست، ولی اتفاق حین درمان مگه میشه پیش نیاد؟ این پلنت هم فیل میشه، ونیر هم میشکنه، لامینیت هم دباند میشه، فایل هم میشکنه. بیارید ما مسابقه خیلی صادقانه و دوست همه دارم. اتفاقا میفته، نمیشه که مرسی دست شما در نکنه. میشناسن کباب فروشی ها. آره همه کبابی ما میشناسن. آره این برای خودم بود. این جوجه است، این مال چیز بود، حسام بود. ما اینو قطع کنیم و بریم قسمت بعدی. خب دکتر ویسی، نهارم دست شما در نکنه، مهمان شما بودیم. بریم به پارت آخر. دیگه یه صحبت‌هایی کردین از خیلی نکات خوبی از مطب‌داری و اینکه تعصب رو درمان نداشته باشیم گفتین، و حالا این پارت آخر رو یه خورده توصیه من‌تر. من خودم گفتم بازم نمیخوایم پادکست ویدیوکسته به صورت نصیحت طور باشه، ولی خب یه سری توصیه هم به جوان‌ترا بکنیم. یه سوال داشتیم نهار می‌خوردیم با هم دیگه پیش اومد، گفتیم من اصلا رزیدنتی رو پیشنهاد نمی‌کنم، یه چیزایی اینو برام باز کنی خورده. عرضم به خدمت شما که برای اینکه تصمیم بگیریم که رزیدنتی بخونیم، من خودم یه بار آزمون رزیدنتی هم دادم، همون استریت موقعی که درسم تمام شده بود، زمان کافی برای درس خوندن نداشتم، نتیجهش اونی که می‌خواستم نبود. ولی توصیهم اینه که الان در شرایط فعلی از مجموع جهات که نگاه میکنم، حالا هر کس شرایطش فرق میکنه، ولی من موفقیت رو توی رزیدنتی خوندن نمیبینم. به نظرم با توجه به شرایطی که هست، فکر میکنم توی تمام دنیا هم داره میره به این سمت که شما تخصص محور میشه، ولی نه که تخصصی که توی محیط آکادمیک گرفته باشه. یعنی شما اگر توی یه موضوعی به نهایت توانایی برسی، حالا صحبتی که ما تا اینجا کردیم این بود که بیزینسی چطور پیش بریم، یعنی شرایط اقتصادی مطلب رو چطور مدیریت کنیم که درمان‌های انجام بدیم. ولی خب یک درمان رو اگر شما تخصصی یاد بگیری، تخصصی بتونی با کیفیت بالا ارائهش بدی و با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی هم که ما داریم، الان شاید جوری نیست که شما بری و 4 سال بعد 5 سال بعد طرح و تخصص و اینا تموم بشه، دیگه مصیبتیه. 5 6 سال بعد برگردی تازه شرایط همون باشه، معلوم نیست اصلا چه اتفاقی. به همین خاطر من نظر شخصی من اینه که رزیدنتی رو فراموش کنیم، سعی کنیم توی پرکتیس، توی کار عملی توانایی خودمون رو بالاترین سطح برسونیم، یه اندوی خیلی خوب، یه ترمیم خیلی خوب، ایمپلنت رو خیلی خوب انجام بدیم و توی درمان‌های زیبایی با اینا میشه زندگی خوب و آرومی داشت. الان خدا رو شکر راضی پس. بله خدا رو شکر. آره. یه توصیه هم بکن. ببین به هر حال هومن یه حرف خیلی قشنگ زد و به نظرم خیلی خوب بود اون پایان برای اپیزود اول. گفت آقا نبینید بقیه به کجا رسیدن، شما هم میرسید، اگه تلاش کنید. حالا اونو بزنید برای توصیه قسمت اول. حالا برای قسمت دوم شما یه توصیه جدید به ما بکنید دیگه، به درد جوان‌تره مثل ما هم بود. این یه جمله بود توی زمان کنکور خیلی میگفتن دانی که رسیدن هنر گام زمان است. اتفاق میفته. خب اون اتفاقی که باید بیفته میفته. ما وظیفه داریم که شرایطش رو فراهم کنیم. عجله فایده‌ای نداره. من بهم پیام میدم میگم آقای دکتر من تازه فارغ التحصیل شدم، اصلا برین کامپوزیتم خوب نیست. هیچ کسی تازه فارغ التحصیل شده برین کامپوزیت خوب انجام نمیده. آره. این اتفاق میفته. سعی نکنیم
دو پله یکی کنیم، سعی نکنیم بدویم. تلاش در کنیم زمان ولی خودش میفته، واقعا در زمان خودش اتفاق میفته. عجله کردن برای رسیدن به نقطه‌ای باعث میشه که به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم نرسیم و دلسرد بشیم. ما عجله کنیم که من درمان زیبایی رو در حد دکتر صالحی فرد انجام بدم، الان نمیشه. باید اون مسیری که دکتر ایمان صالحی فرد طی کرده تا رسیده به اونجا، من اینا چون دوستامن میگم، آره این اصلا مهمان یکی از اپیزودهای آینده اون مسیری که ایمان صالحی فرد طی کرده رو طی کنیم، به اون نتیجه میرسیم. مسیر مشخصه، مقصدم همونه، به شرطی که اون مسیر درست طی بشه. عجله نکنید. این توصیه من برای این اپیزود این باشه که اون اتفاق در زمان خودش میفته. من اول صحبت بهتون گفتم که مستاجر بودم، مطب نداشتم، خونه نداشتم، ماشین نداشتم. همه اینها رو از طریق دندانپزشکی درست و شرافتمندانه بهش رسیدم. مطمئن باشید با دندانپزشکی درست و شرافتمندانه به همش میرسید. یعنی شک نکنید. شما مسیر درست رو برید، اگه نرسیدین من تضمین میدم بهتون. خودت خسارتشو میدم. دندانپزشکی درست و شرافتمندانه نه نیاز به بلاگر داره، نه نیاز به رقصیدن با کامپوزیت داره، نیاز به هیچ کدوم اینا نداره. مسیر درست و شرافتمندانه، زمان بره، فقط زمان بره و در جای خودش اتفاق میفته. دیگه حالا هر صحبتی باشه من در خدمت هستم و من فقط آخرش تشکر کنم از آهنگم از زمین افتاده. امیدوارم میکروفون حالا بگیره نمیزش، ولی در خدمت. تشکر کنم از خانواده‌ام. من از تربیتی که پدرم انجام داده خیلی تشکر میکنم. من رو طوری تربیت کرد که مسیر شرافتمندانه رو انتخاب کنم. از نقش خانواده واقعا در میگم کاسبی رو درست به من یاد داد که کاسبی درست سفره مرتضی علیه. حالا این داخل پرانتز دندانپزشکی رو بیزینس تا حدی میدونی یا نه؟ آره به نظر من که حالا بیزینس که ما شما خارجی است، ما بهش میگیم کاسبی. آره نمیدونیم معنی بدی هم داره، ولی من بچه کاسبم. کاسبی وقتی شرافتمندانه انجام بشه همیشه نتیجه خوبی داره. من اینطوری تربیت شدم که کاسبی شرافتمندانه انجام بدم، نتیجه خوبی داشته باشه. و تشکر کنم از منتقد و همراه و حامی همیشم سپیده عزیز که هیچ قدمی رو من تنهایی بر نداشتم، همیشه بود، هست و ایشالله که همیشه باشه ایشالله، و لذت زندگی باهاش رو همیشه بچشم ایشالله. دیگه خیلی لطف کردی. خواهش میکنم. دنتویت یک عنصر مهمیه توی دندانپزشکی امروز. قسمت جالبش رسید. آره. خب سمت درست وایساده. سمت درست وایسادن خیلی مهمه. سمت درست یعنی سمت بچه‌هایی که توی کلینیک دارن کار میکنن و اون صاحب کلینیک باید حقوق اینا رو پرداخت کنه. سمت درست یعنی سمتی که کسی که میخواد مطب بزنه بهش نگیم تو باید بری 100 میلیارد هزینه کنی. سمت درست یعنی فراهم کردن قدم‌های اولیه برای کسی که خب شرایطش سخت‌تره. ما هممون تو این شرایط بودیم. امیدوارم تا پایان سمت درست. آقا خیلی چسبید تعریف شما. قربون شما. قربون بازم ممنونم ازت و خیلی ممنون که افتخار دادی و با هم صحبت کردیم. مطمئنم صحبت‌ها به درد همکاری جوون می‌خوره. البته کردها همیشه سمت درست وای میستن. به هر حال اینم بازم یه خورده تعریف از خود شد بازم، ولی اشکال نداره، بذار بشه چون تعریفم کنیم حالا. تعریفم کرد باید. ولی خب خیلی لطف کردی، در خدمت بودیم و مطمئنم این راهنمودایی که گفتی و چی کار کردی و که آقا من اصلا رفتم مطب اجاره کردم، این داستانا یه خورده ترسه تو بچه‌ها به نظرم با دیدن همین صحبت‌ها میریزه و میبینن الان میثم ویسی تو همدان یه جاییه که محل ارجاعه. خب میدونی یعنی به هر حال این مسیر طی شد و خب خیلی خوشحالم که افتخار همکلامی باهات داشتم و خب به هر حال اون پیشینم بین ما وجود داشت که این مسابقه راحت و خوب جلو رفت. این مسابقه که عضوی هم داره که اون ور نشسته. آره دکتر سماوات عزیز، حسام عزیزه که از جذاب‌ترین دندانپزشکای غرب کشور. آره فهم غرب نگهش داریم برای اونجاست و خیلی هم درجه یک رو لطف کرد و در این اپیزود ما رو همراهی کرد. بازم خیلی این دریچه رو میخوایم از اپیزود دوم به بعد باز کنیم که اگه سوالی بازم داشته همکارا بپرسن و بتونی بهشون پاسخ بدی. حتما من همیشه توی اینستاگرام من به نگاه کنی، توی درمان ها تا اونجایی که تونستم راهنمایی کردم، توی خرید وسایل، خرید مواد مصرفی. اصلا اینطوری نیست پیامی وجود نداره به من که جواب نگرفته باشه، حتی اگر ساعت‌ها مشاوره در مورد بیمار باشه. قربون شما. امیدوارم که همیشه
بتره کنی و موفق باشی. همدان هواش سالم و تمیزه، دندانپزشکان کل کشور که تهران آلوده است. آره کل تعطیل. کشور که مشکل آب و هوا دارن بیاین اینجا، ما در خدمتیم. باغ نرفتیم. آره ان شاء الله اپیزود بعدی باغ. قربونت، خدا نگهدار.